سلام علیکم. امروز اومدم سر حال خونه رو یکم دیزاین کنیم. پس بزن بریم. اول میخوام خونه رو دیزاین کنم، بعدش به هم بریم ماین. اول غذا میخوایم، بعدش هم یه کاری میکنیم. حالا ببینیم چی میشه. الان یه چست رو پیدا کردم، پشمام همینجا بود. اوکی، غذاها رو هم بپزیم. من بردارم. اوکی، الان چیکار کنیم؟ نمیدونم چیکار کنیم الان. کسیشو بخواید این غذا رو اول بذاریم بپزه. نمیتونه بدویم زیاد. یکی دیگه خودش. اوکی، اینم بخوریم. الان پر شد کل غذامون و اینم هنوز نپخته. من یه فکری دارم اینجا رو چست بذاریم. حالا نمیدونم. حالا بچه اینجا ریسورس بک رو من یکم بهتر کردم. خیلی خوب شده به نظرم. ریسورس بکش خیلی بهتر شده بازی. و برخلاف خیلی ها که میان ریسورس بک های خیلی عجیب چرا ریلو برداشتم. ریسورس بک های خیلی عجیب میزنن و معلوم نیست اصلا چی داره پلی میده. اصلا معلوم نیست ماینکرافته. حالا اینجا یه دونه آیرون. اینم چست گذاری کنیم اینجا رو. یه دونه اینجا. بعد یکم چست بذاریم. دوتا کافیه. اوکی، نه 3 تا. اینم میشه واسه این. آره اوکی شد. یه دونه هم بذاریم وسط هم یکی میخواد. عالی شد. الان فقط یکم ببریمش بالا. اوکی 4 تا کافیه. آره نه این وسط میمونه. اینم از این. اوکی اینم از این و تمام. اوکی الان باید نمیدونم خودم چیکار کنم. شیشه بذاریم دورش رو. یکم نمیدونم. یکم شیشه میخوایم. میذارم. اوکیه. 34 سند کافی، یعنی 34 تا بلاک. حالا نمیدونم اینجا رو یکم دیزاین کنیم بچه ها که اینجا. آره اوکی اینا رو برداریم بذاریم روی اینا. یکم اینجا رو دیزاین کنیم. به نظرم بهتره. اینجا بهتره. آره اوکی. درم ببندیم. بریم چوب ماین کنیم الان. آره دیگه بریم یکم ماین کنیم. اول یه چند تا ماهی بکشیم نقل کنیم. میرم انقدر بسته. آره اوکی در رو باز کنیم ببندیم. اینا رو بکنم اول تا بریم یه ترابزور دیگه بعد بذاریم. چرا در ساختم. اوکی 4 تا کافیه بچه. یه حیوان خونگی هم پارت بعد شاید بیاریم. اینا رو هم بذارم. یه کم دیگه. الان دیگه بسته. اوکیه
خوشگل شد. این وسط هم به نظرم یه میز بذاریم خوشگل شه. حالا خیلی بهتر شد. اوکی. اینو این با اینو میخوایم. اوکی ماهی و اوکی بریم یکم ماهی بکشیم. من وسط ماهی کشتن حرف نمیزنم و دیگه من وسط ماهی کشتن حرف نمیزنم و خودتون دیگه اینو گفتم بدونید. یه دونه تبر بسازیم. اوکی حالا بریم ماهی بکشیم. اوکی بچه ها این سیتا یه دونشو خوردم اشتباهی. اوکی گند زدم. اینا رو بذاریم و بریم یکم سند ماین کنیم. هیچی سند نداریم.
این طبقه بالا رو اینجا که من خالی گذاشتم واسه اینه که گلس بذارم، واسه همین سند یکم زیاد میخوایی. یکم اینا رو ماین کنیم زیاد بشه این سنده. روز یه استک شد دیگه برگردیم خونه. یکم ماین کنیم ببینیم چقدر میشه. اوکی برگردیم و اینا رو هم بذاریم بپزه. این 24 تا رو بچه زغال میخوایم، زغال زیاد و زغال رو بذاریم بپزه. سب کنیم یکم. اوکی اینو میذاریم. بعد این سندا رو هم میذاریم همونجا. اینا رو میندازیم، زغالا رو میندازیم پیش سندا، اینا رو هم برمیداریم. اوکی تا الان همه چی این پارت خوب پیش رفته و داریم کم کم وضعمون بهتر میشه. عالیه. خب 2 تا 3 تا 4 تا. اوکی مثل اینکه خیلی قرار طول بکشه. اوکی یکم هم سب کنیم. بچه ببخشید یکم پارتا چیز شد، دیر به دیر گذاشتم. الان 1-2 روزه فکر کنم از پارت 2 گذشته و من نتونستم آپلود کنم. چرا؟ فقط همون اولش که من ریکورد کردم ادیتشو که زدم اومدم آپلودش کنم پارت 3 رو و گند زدم. الان حتی ما پارت 4 هم گرفتیم ولی حالا نمیخوام اسپویل کنم و ببخشید یکم با تاخیر گذاشتم. من میخواستم آپلودش کنم ولی برقا رفت. منم در کلا یه اتفاق بد افتاد، یادم رفت این قضیه و الان تازه آپلودش کردم. اوکی لنترن میخوام اینجا میز بسازم. لنترن رو هم بذاریم اینجا. اوکی الان چیکار کنیم؟ یکم چوب میخوایم، برم چوب بزنم. یکم چوب بزنیم برگردیم.